در یه روایتی است که نسبت به این ماه وارد شده از پیغمبر اکرم است که ان الله تعالی نصب فی السماء السابعه ملکا، خداوند در آسمان هفتم ملکی را قرار داده یقال له الداعی، به او گفته می شود داعی، دعوت کننده. فاذا دخل شهر رجب، اونگاه که ماه رجب وارد شود، ینادی ذلک الملک، این فرشته ندا می کند کل لیلة من الی الصباح، هر شب ماه رجب تا صبح این ندا کن. طوبی للذاکرین طوبی للطائعین، خوش به حال اونهایی را که به یاد خدا هستند، خوشا به حال کسانی را که در اطاعت خدا هستند.